سلام بچه، امروز اومدیم با یه ویدیو دیگه با من. بچه ها حتما با هم باشیم. میخوایم بریم مود تخت رو بریزیم، بریم که ببینیم. میریم داخل مارکت، میزنیم برنامه ادانس. خب ادانس رو که میزدیم بچه ها، اینجا این برنامه رو میزنه. این برنامه یه طرفش یه آدمه، یه طرف نمیدونم گوشته. من چون از قبل نصفش کرده بودم برام میزنه اجرا. خب میزنم رو اجرا، میام اینجا کلمه بدو بنویسیم. بد یعنی اینجوری بد. خب بچه بدو که زدیم، میایم اینجا زده این اولی رو میزنیم. خب بچه ها اینو دانلود میکنیم. حالا چون من از قبل دانلود داشتم چی نمیشه، یعنی دانلود نمیشه برای من. شما دانلودش کنید، بعد یه دکمه براتون میاره، میزنه ماینکرافت، میزنیم رو عکس ماینکرافت. خب ما میایم داخل ماینکرافت بچه ها. اینجا میایم داخل ماینکرافت، وایسید بریم داخل ماینکرافت. خب بچه ها الان رفتیم داخل ماینکرافت، میزنیم اینجا داخل مپ مورد نظرمون، میایم به پایین. اینجا این گزینه بذارید کو، نگاه کن بچه ها، چون من از قبل داشتمش ریختم رو مپم. الان بهتون میگم چجوری بریزی رو مپتون. این دکمه میزنی عکس چسته. خب میایم اینجا، این بدو فعال میکنه، عکس یه تخت چیه. خب بچه ها بریم داخل مپمون، میریم داخل مپمون، مپ مورد نظرمون. خب بچه ها داخل مپ مورد نظرمون رفتیم. خونم گم کردم، نه گمش نکردم. باشه نگاه کنین مپ مورد نظرمون. اینجا میایم کلی تخت خفن داریم. نگاه کنین مثلا من مشکی رو میذارم اینجوری میشه. واسه چند مدل براتون بیارم. نگاه کنین بچه ها اینجوری خیلی خفنه. حتما این مود دانلود کنین، خیلی